رستوران رفتم، یک رستوران زیبا در شهر لاهیجانه، فوق‌العاده است، نوستالژی کاملا و با اون دیزاین خیلی خاص، با این طراحی قدیم، واقعا آدم انسان میبره به دهه 40 و 30 و 40. از رستوران زیبا جناب آقای هومن بازرگان درخواست میکنم که افتخار بدن به ما. بسیار پرسنل با ادبی دارن، غذاهاشون فوق‌العاده، طراحی سنتیشون بسیار زیبا و در کنار استخر زیبای لاهیجان قرار گرفته این رستوران زیبا که نامش هم رستوران زیباست. آقای هومن بازرگان عزیز، سلامت باشید. میدونی که اصلا آدم تو رستوران میره، مدیر رستوران وقتی به استقبال آدم میاد، آدم اشتهاش هم چند برابر میشه. بعد اخلاق هم باشه، اصلا دوست نداره غذا بخوره. آقای بازرگان هر کس بشناسه میدونه که طرفدار تیم آلمانه. رفت دیدم به رستوران زیبا. بله عکس آره دقیقاً. خیلی جالبه. آقای دکتر قلیچی، آقای بازرگان المان‌های کنار استخر لاهیجان هم چند تا ایشون طراحی کردن. بسیار آدم هنرمندی هستن در گرافیک. المان‌های لاهیجان رو المان‌های کنار استخر لاهیجان رو خیلی لاهیجان رو طراحی کردن. خیلی متشکرم. و اما میخوایم بریم به سراغ